انا سلام علیکم دوستای عزیز. این فرمایی دوره خدمت من یک هفته برآوردم. روز عید غلبه 9 مای به همه سربازان، افسران، به همه اشتراکچی جنگ مبارک باشه. و برادرای عزیز، این خدمت ما در وطن یک مکتب مردانگی به همه جوانان ما توصیه میتونم که اول برین خدمت کنین. وقتی که خدمت میکنید یار و رفیق بسیار پیدا میکنید، در همه جا کارو برود آسان میشود و انا بعد مردک میشوید. این سال 2008 همین در دست مای تا به حال من را هم نگاه میکنم هم احترام میکنم. اینا وزارت مدافعت جمهوری تاجیکستان، اینا سرژانت، این لباسای پرد نبود، لباسای پرد نبود. در همه جا من میره پوشیده میرفتم، پرد میگذاشتیم. هله هوب، هله هوب، عید غلبه مبارک.